تا حالا شده یه روز صبح از خواب بیدار شین و احساس کنین یه تیر خیلی تیز و برنده توی پهلوتون زده شده؟ طوری که نمیتونین بشینین، نه پاشین و نه حتی درست نفس بکشین. بله، داریم در مورد یکی از مهمترین دردناکترین مهمانهای ناخوانده بدن صحبت میکنیم. سنگ کلیه. کلیه ها توی بدن ما نقش پالایشگاه های فوق پیشرفته رو دارن. کارشون تصفیه خون، بیرون ریختن اضافات و تنظیم تعادل مایعات بدنه. اما امروزه به خاطر سبک زندگی، استرس و تغذیه‌های ناسالم این پالایشگاه‌ها گاهی دچار رسوب‌گذاری میشن و سنگ‌هایی رو میسازن که آدم‌ها رو از زندگی ساقط میکنن. امروز قراره بریم سراغ منابع اصیل طب سنتی و ببینیم حکمای بزرگی مثل ابوعلی سینا و جرجانی در مورد سنگ کلیه چی گفتن، چرا سنگ تشکیل میشه و اصلا ریشه و علت اصلیش چیه و چطور میتونیم با چند تا روش ساده و گیاهی هم از شر سنگ‌ها خلاص بشیم و هم نذاریم که دوباره برگردن. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین که کلی نکته طلایی براتون دارم. برای اینکه بفهمیم سنگ کلیه چطور به وجود میاد، اول باید نگاه طب سنتی رو به کلیه بفهمیم. توی طب سنتی کلیه یک عضو با طبع گرم و تر یا به قول بعضی از حکما سرد و تر ناشی از غلبه بلغم در نظر گرفته میشه که وظیفه خطیر جدا کردن مواد ضایع آبکی از خون رو بر عهده داره. حالا توی این پالایشگاه چی میشه؟ خون ناپالایه شده میاد توی کلیه. کلیه بخش تمیز رو برمیگردونه به جریان خون و ناخالصی ها رو همراه با ادرار میفرسته بیرون. اما گاهی به دلایلی که الان مفصل بررسیش میکنیم این مواد ضایع توی مجاری کلیه رسوب میکنن و کم کم دور هم جمع میشن و سنگو میسازن. نکته جالب، توی منابع قدیمی به سنگ کلیه حصاء الکلیه میگفتن و معتقد بودن که سنگ ها دقیقاً مثل رسوبات چای توی قوری به مرور زمان و به خاطر کیفیت بد مواد ورودی به بدن ته‌نشین میشن. اصلا چرا کلیه همون رسوب میکنه؟ حکمای سنتی چند تا دلیل عمده رو برای این قضیه نام بردن که خیلی هاش امروز توسط علم مدرن هم ثابت شده. مورد اول غلظت و تبخیر اخلاطه. وقتی خوراکیایی که میخوریم که هضمشون سخته، خلطهای غلیظ و چسبنده مثل بلغم غلیظ یا سودای سوخته توی بدن تولید میشه. وقتی این مواد وارد خون میشن و به کلیه میرسن، کلیه نمیتونه خوب دفعشون کنه و این مواد رسوب میکنن. ضعف قوت دافعه کلیه. هر عضوی توی بدن یه نیروی دفع کننده داره. اگه کلیه به خاطر سردی بیش از حد یا ضعف عمومی بدن قدرت پمپاژ و دفع ضعیفی پیدا کنه، مواد زائد همونجا رسوب میکنن و کم کم بزرگ میشن. مصرف بیش از حد غذاهای سوداساز و غلیظ، خوراکی مثل پنیر کهنه، گوشت‌های صنعتی، فست فود، عدس زیاد، بادوم زمینی و حتی چای پررنگ مونده از عوامل اصلی ساخت سنگن. کاهش تحرک و ورزش نکردن. تحرک نداشتن باعث تنبلی عضلات و ارگان‌های داخلی از جمله کلیه میشه. حرکت کردن جریان خون رو تند میکنه و نمیذاره که مواد رسوب کنن. نوشیدن آبهای ناخالص یا ناسازگار. در گذشته روی کیفیت آب آشامیدنی خیلی تاکید میشد. آبهایی که املاح معدنی رسوبی سنگین دارن مثل آبهای سخت زمینه‌ساز سنگسازی هستند. شاید براتون جالب باشه بدونید که طب سنتی سنگ‌ها رو هم دسته‌بندی میکنه و میگه که سنگ‌ها تب‌های متفاوتی دارن. سنگ‌های بلغمی سرد و سفید. این سنگ‌ها معمولاً رنگ روشنی دارن، سطحشون نرم‌تره و بیشتر در افرادی با طبع سرد و تر تشکیل میشن که مدام لبنیات غلیظ، ماست زیاد و دوغ میخورن. سنگ‌های صفراوی یا سودابی سخت و تیره. این سنگ‌ها خیلی متراکم، تیره رنگ و خشنن. معمولاً درد شدیدی دارن و به سختی خورد میشن. ریشه‌شون از حرارت بالا یا سودای سوخته توی بدن سرچشمه میگیره. شناخت این تب‌ها خیلی مهمه چون درمان سنگ بلغمی با سنگ سوداوی متفاوته و اگه اشتباهی درمان رو پیش ببریم ممکنه نتیجه عکس بگیریم. قبل از اینکه سنگ بزرگ بشه و کارتون به اورژانس بکشه، بدن یه سری اخطار میده. حواستون با این علامت‌ها باشه. درد مبهم یا شدید در ناحیه پهلو و کمر که گاهی به سمت کشاله ران تیر میکشه. تکرر ادرار همراه با سوزش یا احساس اینکه مثانه کاملا خالی نشده. تغییر رنگ ادرار مثل تیره شدن، کدر شدن یا دیدن رگه‌های خون توی ادرار به خاطر خراشیده شدن مجاری توسط سنگ‌های لبه‌دار. حالت تهوع و بیحالی ناگهانی که خیلی وقتا با درد پهلو همراه میشه. درمان‌های پزشکی جای خودش. اما بیایم ببینیم که گنجینه‌های طب سنتی برای دفع و خورد کردن سنگ کلیه چی پیشنهاد میکنن. این روش‌هایی هستن که از قدیم الایام مادربزرگا و حکیما استفاده میکردن و واقعا جواب داده. اولیش معجزه خارشتر و خارخاسکه. این دو تا گیاه پادشاهان بیچون و چرای درمان مشکلات کلیه توی طب سنتی ایرانن.
خارشتر مجاری ادرار رو شستشو و سنگ رو خورد میکنه و خارخاسک علاوه بر دفع سنگ التهاب مجاری ادرار رو کم میکنه و دردتون رو تسکین میده. طریقه مصرفش هم به این صورته که میتونید مقداری از عرق خارشتر و خارخاسک رو با همدیگه ترکیب کنین و روزانه 2 استکان میل کنین. این معجون معجزه میکنه. مورد بعدی تخم خربزه و برز بطیخه. توی منابع سنتی اومده که تخم خربزه یا همون بذر بطیخ یکی از بهترین شکننده های سنگ کلیه و مثانه. تخم خربزه رو خشک کنین، آسیاب کنین و با کمی عسل مخلوط کنین و بخورین. این ترکیب مجاری ادرار رو باز میکنه و سنگ‌های ریز رو خیلی راحت هل میده بیرون. جوشونده کاکل ذرت و دم کرده جعفری. کاکل ذرت رو دور نریزید. دم کرده کاکل ذرت یکی از قوی ترین پاک کننده های مجاری ادراری و کلیه است که ورم کلیه رو هم از بین میبره. جعفری هم به خاطر داشتن خاصیت ادرارآور فوق العاده سموم کلیه رو شستشو میده و میتونید برگ‌های تازه جعفری رو بجوشونید، آبش رو به مرور زمان و در طول روز بنوشید. روغنمالی پهلوها مخصوص تب‌های سرد. اگه سنگ کلیه شما از نوع بلغمی یا سرده، گرم نگه داشتن ناحیه کلیه واقعا اثر داره. روغنمالی پهلوها کمر با روغن سیاه‌دونه یا روغن بادوم تلخ باعث انبساط مجاری ادرار، شل شدن عضلات و راحت‌تر دفع شدن سنگ میشه. اگه مستعد سنگ کلیه‌این یا همین الان سنگ دارین، باید خط قرمز دور یک سری از خوراکی‌ها بکشین. طب سنتی تاکید میکنه که درمان بدون پرهیز از غذایی واقعا فایده نداره. اولیش لبنیات غلیظ و شوره، پنیر کهنه، کشک زیاد و ماست پرچرب سنگسازهای قهارن. اگه لبنیات میخورین، حتما با مسلش مثل مریم گلی، زیره یا آویشن مصرفش کنین. خوراکی‌های سوداساز، گوشت گاو، عدس، بادمجون و فسفودها تولید رسوب میکنن. نمک زیاد، سدیم بالا باعث دفع کلسیم از طریق ادرار و تشکیل سنگ‌های کلسیومی میشه. چای پررنگ مونده و قهوه غلیظ بدن رو دچار کم آبی میکنن که بزرگترین دوست سنگ کلیه است. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. برای اینکه هیچ وقت گذرتون به سنگ کلیه نیفته، این 4 قانون ساده رو توی زندگی روزمره‌تون پیاده کنید. آب و باز هم آب. هیچ دارویی جای آب پاک رو نمیگیره. بدن شما باید همیشه هیدراته باشه تا ادرار رقیق بمونه و هیچ رسوبی فرصت تشکیل پیدا نکنه. رنگ ادرار شما همیشه باید شفاف و روشن باشه. ورزش و تحرک روزانه، پیاده روی تند، طناب زدن ملایم اگه سنگ خیلی بزرگ نیست و حرکات کششی کمر کمک میکنه سنگ‌های ریز اصلا فرصت رسوب کردن پیدا نکنن و سریعا دفع بشن. تنظیم هضم غذا، چون طب سنتی معتقده که سنگ کلیه از هضم ناقص غذا توی معده شروع میشه. حتما مراقب معدتون باشین. غذا رو خوب بجوین و روی غذا هم اصلا آب نخورید. و اما کلام آخر. دوستای عزیز، سنگ کلیه دردش وحشتناکه، اما راه حل های طبیعی خیلی خوبی براش وجود داره. یادتون باشه اگه سنگ بزرگی دارین، بیشتر از 6 یا 7 میلیمتر یا درد شدیدی دارین، حتما باید زیر نظر پزشک متخصص باشین و این روش‌های سنتی رو به عنوان مکمل یا روش‌های پیشگیرانه استفاده کنین. حالا نوبت شماست. تا حالا تجربه سنگ کلیه رو داشتین؟ برای دفعش از چه روشی استفاده کردین که نتیجه گرفتین؟ تجربیات و ترفندهای خودتون رو برام توی قسمت کامنت ها بنویسین تا همه بتونیم ازش استفاده کنیم. اگه این ویدیو براتون مفید بوده، حتما لایکش کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو برای کسایی که پهلو درد دارن بفرستین تا اونا هم نجات پیدا کنن. تا ویدیوهای بعدی، سلامت و پر انرژی.